وزنه رو میکشید. ما ولو شدیم، من با حوله، المیرا با چادر سفید تو پیاده رو ولو شدیم، راز وقا نگاه میکردیم. رئیس کاروانمون دنبال ما میگشت، ما رو پیدا کرد و گفت آقا کجایی؟ همه منتظرم، بیا بریم. و اومدیم بریم. رفت یه طلا فروش بغل همین تلویزیون نبود، من وایسم یه خورده بهتره آقا سید. طلا فروشه یه پسر بیریخت دراز داشت، صورت از این صورت کویریا، جوشای سرزرد چرک، عرب دیگه. عربی حرف زد با رئیس کاروان، گفت جریان چیه کیه؟ گفت این اکبر عبدی هنرپیشه مثلا گنده ایران، کمدین ایران. گفت اون خانم، گفت اونم دخترشه. چشش دختر ما رو گرفت، یهو برگشت گفت اگر دخترش مثلا بذاره اینجا من هم وزنش طلا میدم برای پسر من. خواستگاری کرد. آره. گفتم به خودش بگو من هم وزن خودش و پسرش میرینم.